سلام. آیا نوشیدن چای قبل از غذا، در جریان غذا یا بعد از غذا مفید است یا مضر؟ اول میخوایم روی ازی صحبت بکنم که اگر افراد اشخاص عادت دارن قبل از غذا چای بنوشند با معده خالی ضرر داره، متوجه باشین. به بعضی افراد اشخاصی که حساس هستن حتی سبب تهوع دلبدیا میشه و اگر چای هم سرخ یا گفتارم یاری ما یا داغ خورده شود حتی باعث مشکلات در قسمت میری یا امو التهابی که جمع میشه در قسمت میری و معده ایجاد میکنه. اما بحث اساسی ما این است که بعضی افراد اشخاص عادت دارن که چای در امرای غذا یا در جریان غذا چای نوشیده برن. یک چیز را متوجه باشین، برای افرادی که واقعا به فقر یا کمبود آهن مواجه هستند یا کم خون هستند، به خصوص خانم‌ها و دختر خانم‌ها، قطعا تجویز نمیشه که در جریان غذا اینا چای بنوشن. بهترین زمان یا وقت نوشیدن چای 1 الی 2 ساعت بلافاصله یا بعد از غذا هست که در اون زمان میتونن یا چای بنوشن، چون همون مواد کافئین یا تانن‌ها یا خب آمیانه میخوایم صحبت کنم موادی که در داخل خود چای است در کل باعث میشه که جذب آهنی که در خود غذا است که ما نوش جان کردیم میره جذبش کاهش بده. بعضا میگن باعث از بین رفتن آهن میشه. قطعا این باور اشتباس. باعث از بین رفتن کل آهن مواد غذایی نمیشه، فقط جذبش کاهش میده، یعنی بازم به فقر آهن مواجه میشین. بهترین زمان مصرف چای 1 الی 2 ساعت بعد از غذا هست که اون وقت میتونین اون چای متوجه باشین که زیاد داغ نباشه. اکثر دوستان عادت دارن داغ می نوشن که خودش باعث مشکلات میری و معده برتن میشه. چای یک نعمت بزرگ پروردگار است، فقط از قسمت زمان مصرفشان توجه خاص داشته باشین. بخیر، سلامت باشین.